با سرسوهان کاجی که میخوایم ریموو کنیم، خود سرسوهان رو تقسیم بر 3 کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینجا رو می‌بینید سبز کرده، سر سرسوهان شماره 1 میشه، وسط شماره 2، انتها شماره 3. و شما از این 3 قسمت الان ما میخوایم استفاده کنیم. حالا به چه روش؟ اول اینکه میایم برای ریموو موادمون صدف ناخن رو تقسیم بر 3 میکنیم. اگه دقت کنید قسمت ریشه رو جدا کرده، یعنی ما هر چقدر این رشد کرده باشه کاری به این نداریم. و اینکه تقسیم بر 3 میکنیم، شروع میکنیم قسمت هایی رو که میخوایم ریموو کنیم از شماره 1. این الان شماره 1مون هست، این تصویر بالا. از سر سرسوهان یعنی شماره 1 سرسوهان استفاده کرده و از جهت فلش رو ببینید، جهت بالا به پایین شروع میکنه به ریموو مواد. یعنی از این قسمت خط کشیده از سینوس در واقع به پایین شروع میکنیم به ریموو. و اما شماره 2 رو اگه دقت کنید توی تصویر از وسط سرسوهان استفاده میکنه و از بالا به پایین طبق جهت فلش از بالا به پایین شروع میکنه به ریموو مواد.